مگه قرار نبود بری نونوایی نون بگیری؟ رفتم آقا جان، نانوایی یک قیامتی بود. قیامت یعنی شلوغ بود؟ نه، گناهکارا مینداختن تو تنور، به نیکوکارا نان مجانی میدادن. قیامت یعنی شلوغ بود یا خوا. مزه پرونی نکن. پاشو خودتو جمع کن، پسر داداشم از رشت داره میاد خونمون. تو این وضعیت کرونا حالا کی میره؟ هنوز که نیومده، بذار بیاد. ضمناً اونی که زودتر میفرستمش بره تو هستی. اون حالا اینجاست، دانشجوه. گفتم نره خوابگاه هم خرج اضافی کنه، همین سگای حراست پاچشو بگیرن. دعوت کردم تا پایان ترم همینجا پیش ما بمونه. پسر یکی مرغمان تخم که نمیذاره هیچ، گافه بونه هنوز داره میزاد. آقا جان، ما خودمون تو خرج خورد و خوراک خودمون ماندیم، شما یه نانخور دیگه اضاف کردین. پسر جان، مهمون حبیب خداست. تازه خرج خورد و خوراک تو که من دارم میدم. ضمناً آمارشو گرفتم، مصرفش پایینه. یه جور لقمه هامونو با هم تقسیم میکنیم تا پسر داداشم دکتر بشه. تو که به هیچ درد ما نخوردی، شاید اون بعداً یه کاری واسه ما کرد. خیلی ممنون آقا جان، چقدر عواطف از شما نشتی میکنه. آخ اومد پسر داداشم، پاش خودتو جمع کن. پسر سلام عمو صفدر، چطوری قربانت برم؟ سلام گل پسر داداشم. به 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 به، چه تیری میزده. بیا بغل خودم ببینیم پسر داداش. سب کن، کرونا چی شد؟ لطفاً پروتکل‌ها رو توی خانه رعایت کنید. دیانت هست بابا، من واکسن زدم. قربون واکسن زدنت برم، قربونت برم من. برکت زده ها، حالا خود دانی. آخ بنده کفشم قربان. پسر جان، امکانات تو این مملکت همینه دیگه. آخوندا شایزر میزنن، آب مقطرش هم میمونه واسه ملت. ولی میگم بهتر احتیاط کنیم آقا جان. ببینم تو چی زدی؟ دو قوالی قربان. دسر غذاتو نگفتم، واکسن چی زدی؟ هنوز به من نرسیده قربانت، تو نوبتم. اول بسیجی سهمیه را میزنن، بعد هرچی مونده دیگه به ما میرسه. بس دیگه پسر، آدم اینقدر مهمون رو سینجین نمیکنه. عمو صفدر، جان عمو صفدر، فکر کنم پسر عمو زیاد از من خوشش نمیاد. بهتر نیست من برم همون خوابگاه؟ فکر خوبیه. مگه از رو جنازه خسرو رد بشی بذارم بریم بابا؟ ای آقا جون، چرا از هیکل من مایه میذاری؟ میخواستم یه بار ازش استفاده مفید بشه. حالا بپر چند سیخ کباب بگیر بدم اسی گلم بخوره ببینم. کباب؟ با کدوم پول؟ اصلا میدونی چیه آقا جون؟ من دارم میرم سمت گیاهخواری، نظر چیه؟ آفرین پسرم، مگه تو چی از یه بز کمتره؟ ما که همون کبابو میخوریم. هر آقا جان، حداقل چند تا اسکناس کمکی بده، بلکه بتونیم این نورسیده رو سیر کنیم. مگه دیروز پول اون یارانه کوفتی رو نگرفتی؟ برو از همون بخر. یارانه رو میگی؟ بابا اونه که همون دیروز 7 تومنم گذاشتم روش، یه ماس 7 خریدم، توش نون تریت کردیم و به عشق دیزی خوردیم. قربان یعنی با پول یارانه یک ماه فقط میشه یه دونه ماس خرید؟ بگمونم داداش زادتان تا حالا تو غار بودن. خبر نداره که این مملکت آخل داره. بابا شما یادتون نمیاد یه زمانی با 45 تومن میتونستی ماشین پیکان بخری؟ راست میگه آقا صفدر. دروغ چرا بابا؟ تا قبل البته اون مال قدیما بود. دیشب یه سر رفتم میوه فروشی سر کوچه، دیدم نوشته نارگیل دونه 45 تومن. وقتی فهمیدم یارانه 1 ماه من با صبونه یه میمون برابر کمرم شکست. خدا کمر مقام عظما رو بشکنه. الهی آمین. میدونی چیه آقا جون؟ الان شما بری تو هر کشوری بگی من از طرف دولت ماهی $2 یارانه میگیرم، یا سری به پناهندگی میدن یا باطیل میزنن دیگه زج نکشی. قصه نخور آقا صفدر. هر وقت دانشگاهمون تموم شد، فوق لیسانس ما گرفتم، وضعمون خوب میشه، تو رو به خدا از دست نون ماسه غسل لجاتت بیاد. بینم دکتر، انقدر فشار به موتور نیار، پوسه سیلن قارچ میخوره. جهت اطلاعات، بنده لیسانس دارم. بهترین شغلی که تانستم گیر بیارم یه بساط پیران حراجی سر چهارراه گلو بندک داشتم که اونم شهرداری جمعش کرد و برد. این سرنوشت یک لیسانسه تو مملکتیه که رئیس جمهور 6 کلاس سواد داره.
6 کلاس براش خیلی ارفاقه. از اون لوکوموتیر تا مگاوامات گفتنش فکر میکنم کلاس ششم ابتدایی رو هم با تگ ماده قبول شده. آقا سفتر جان آقا با این سمتر. توصیفاتی که خسرو شما کرد فکر کنم باید دانشگاه رو ببوسم بذارم کنار، فکر مهاجرت به خارج کشور داشته باشم. قربان تو برم من. آقا رو فکر کردی خارج رفتن به همین سادگی ها؟ جهت اطلاع دوست آقا جان داشت از ایران میرفت، گفت آقا صفدر شما هم بیاید با هم بریم. آقا جون خجالت کشید بگه پول نداریم، گفت ما تیر خوردیم شما برید. این فیلم رابطی رو. خسرو بس دیگه، اینقدر بلبل درازی نکن. اسی جان از فردا میری دانشگاه، اونی که باید از این مملکت بره آخوندان نه ما. خسرو بپر یه کوفتی بگیر بیار جمعی بخوریم تا بعد ببینیم چی میشه بسن. ای خدا خیرت بده آقا جان، بازم من برم؟ نه زنگ بزن رابرت دنیرو بره. ده پا شده.